من در همینجا مراجعت به مردم تاجیکستان مخصوصا رانندگان نقلات مسافرکش و به مسافران محترم شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت میکنم. شاید این پیامم نبود، لیکن آن چیزی به چشم میرسد. نخواد که ما میگیم ملت تاجیک تمدن و فرهنگ بای غنی اینقدر قدیمه دارد. ما میگیم که این جشن نوروز بین المللی این مال ماست که بیش از 6000 سال تاریخ دارد و جشن نوروز خود این زیبایی پرستی است، این تازه کاری است، این مدنیت بلند انسانی است. لیکن ما با چی تبدیل میتیم وقتی که در نقلات سواره به هوا میپرتویم به طبیعت، به دو طرفی راه شیشه های پلاستیکی که آب مینوشید یا سلفان هایی که چیزی که دارن دو طرفی شفت راه را بینید. این مدنیت ملت تاجیک است، خلق تاجیک است. در شهر نایا آیا همین است؟ چرا در حوله خانه در خودتان نمیپرتوید؟ برای چی؟ خانه شما؟ دولتی کیست؟ دولت از خانه شروع می شود، از عائله شروع می شود. دولت این افعال خلق است. خلق و دولت یکی. وطن کیست؟ هر شهروند میگذارد چی بها میدهد؟ چی؟ بینتون چاره‌جویی کنیتون از بین برید. نباشد هست راهش. لایحه قانون تیار، من امضا نمیکنم. برای جریمه بینهایت سخت کردن همین لازم است. یا او قدر زحمت زیاد را طلب نمی کند. هست همین که مدنیتی بعضا فردایی که تربیه درست نگرفتند مدنیت این سطحی پستی معرفت را اشاره میکرد. ما میگیم تاجیکستان را آباد میکنیم با همین اقدام.